اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 28 وقف ایستادن. الان من از تجوید نو برای شما درست‌تر میفهمم ان شاء الله. وقف در آخر کلمه بر دو نوع است. اول وقف ابدال، تبدیل کردن، یعنی در حالت وقف کردن تبدیل دادن حرف آخر کلمه به حرف دیگر و یا حرکت آخر کلمه به حرکت دیگر. یعنی وقف ابدال اون است که وقتی که ما در آخر کلمه در حرف آخر کلمه وقف میکنیم، همون آخر کلمه را حرفش رو تبدیل میکنیم، یعنی عوض میکنیم و یا حرکت آخر کلمه رو به حرکت دیگر عوض میکنیم. وقف ابدال دو حالت دارد. حالت مقصد اول، اگر هنگام وقف کردن در آخر کلمه تای مربوطه آید، پس آن به های ساکن تبدیل میشود. این حرفی ها را با حرف تا یکجا کنیم، همین خیل حرف میشود. دیدین؟ پس در اینجا میگه که اگر در آخر همین خیل حرف آید، آن وقتی که ما این را بخونیم، یعنی وقف نکنیم بخونیم، آن وقت تا خونده میشود، یعنی مطهرتن. اما وقتی که در همین جا ما وقف کنیم، آن وقت ها خونده میشود، یعنی مطهره. وقتی که خونده شود این تا خونده میشود، وقتی که وقف کرده شود مبدل به ها میشود. الصلاة، الجنه. یعنی این حرف چی بوده است؟ حرف ها با حرف تا وقتی که یکجا شوند، همین حرف مثل که با وجود می آید که وقتی که ما این رو بخونیم تا خونده می شود و وقتی که در اینجا وقف کنیم ها خونده می شود. حالت دوم، اگر هنگام وقف کردن در آخر کلمه تنوین نصب و یا الف مقصوره آید، پس آن به الف مدیه عوض می شود. در اینجا میگه که وقتی که در آخر کلمه حرفی با الف آمد، با الف ساکن آمد و همون حرف دو زبر داشته باشد. فهمیدین؟ دو زبر. پس در اون حالت چی میشود؟ وقتی که ما این را بخونیم چی میشود؟ غفوران. اما وقتی که ما در اینجا وقف کنیم چی میشود؟ همین دو زبرش که است، یعنی تنوینش نابود میشود. وقتی که نابود شد، پس چی میشود؟ مثل که همین الف ساکن چی میشود؟ الف مدیه میشود. پس وقتی که وقف کردیم در همین جا، پس با الف مدیه وقف میشود، یعنی غفورا. وقتی خوانده شد چی میشود؟ غفورن. وقتی که وقف شد چی میشود؟ تنوینی دو زبر که است، تنوینش گم میشود، یعنی یا حرکتش گم میشود یا حرکتش که میموند، اون وقت چی؟ الف مدیه میشود، یعنی غفورا. حسابا با الف آمد دو زبر دارد، در اینجا که خوانده شود بند میشود، حسابا. اما وقتی که در اینجا وقف شود، اون وقت چی میشود؟ یک زبرش یعنی تنوینش گم میشود، یعنی نابود میشود و چی میشود؟ الف مدیه میشود. چی میشود بعد؟ حسابا. و یک حالت دیگه نگاه کنین، در اینجا یا هیچ چیز ندارد در بالای سرش و پیش از یا چی است؟ حرفی است که دو زبر دارد، دو زبر. نگاه کنین، وقتی که اینجا خوانده شود چی میشود؟ هودن. اما وقتی که ما در اینجا وقف کنیم چی میشود؟ همین تنوینش، یعنی یک زبرش، همون نون تنوینش در حرکت دو زبره مبدل به الف خرد میشود. مبدل به الف خرد که شد، آن الف خرد در بالای همین یا گذاشته میشود، در بالا در مابینش گذاشته که میشود، آن وقت چی میشود؟ با الف خوانده میشود، یعنی هودا. چخیل که ما گفتیم همزه در بالای الف واو یا که آمده گذاشته شد، یعنی در بالا در بین، آن وقت الف واو یا خوانده نمیشود، همون همزه خوانده میشود. پس الف خرد هم همین خیلی از وقتی که در بالای یا و واو در بالا در مابینشان که گذاشته شد، آن وقت همین یا و واو خوانده نمیشود، همون الف خرد خوانده میشود. اینجا رو نگاه کنین، الف در بالای واو در بالای، یعنی در بینش است، در این طرف یا در این طرف نیست، در بینش است. در اینجا چی؟ واو خوانده نمیشود، الف خوانده میشود. برای ما خوندیم که الصلاه. در اینجا هم همین خیلی مقصد. نگاه کنین، در این حالت یا هیچ چیز ندارد، پیش از یا حرف است که دو زبر دارد. در اینجا وقتی خوانده شد هودن میشد، وقتی که در اینجا وقف کرده شد تنوین این دو زبر گم میشد، یعنی مبدل به الف خرد میشد که الف خرد را در بالای
یایی که هیچ چیز در سرش نداره در اونجا میگذارن و با الف مدیه یعنی خوانده می شود. هودن هوده. خب این اول بود یعنی وقف ابدال. این دوم یعنی وقف اسکان. اسکان به معنای ساکن کردن است و وقف اسکان وقف است که در آن حرکت آخر کلمه تغییر یافته به سکون یعنی عوض می شود. یعنی همون وقتی که در آخر کلمه ما وقف میکنیم آن وقت حرکت آن حرف آخر کلمه مبدل به چی می شود؟ به ساکن، یعنی همون ساکن عاریض. این هم مثالاش نگاه کنیم. لام حرف آخر کلمه است، زیر دارد، در اینجا خوانده که شود مأکولین می شود. اما وقتی که وقف کرده شود چی می شود؟ این حرکتش مبدل به ساکن می شود. مأکول. کافرون کافرون. عابدون عابدون. اینجا در وقتی خواندن این خیلی خوانده می شود، در وقتی وقف چی می شود؟ مبدل به ساکن می شود. و یک چیز دیگر، اگر در حالت وقف آخری کلمه حرف تشدید دار باشد در هنگام وقف کردن آخری کلمه ساکن می شود ولی تشدید آن باقی می ماند و نباید بدون تشدید خوانده شود. یعنی میگه که مثال در اینجا نگاه کنید، آخری حرف در کلمه چی است؟ با تشدید است. میگه که وقتی که در همین حرف تشدید دار ما وقف کردیم آن وقت تشدید آن باقی میموند، یعنی باید با مقداری ده حرف ساکن شود. مقصد با مقدار ده حرف ساکن کرده خوانده شود. مثال النبی، وقتی که در اینجا یای تشدید دار وقف کنیم چه خیلی می شود؟ النبی النبی. الاضل الاضل الاضل. قدو قدوون قدوون قدو قدو. یعنی در حرف تشدید دار که ما وقف کردیم آن وقت همون حرف با مقدار ده حرف چی می شود؟ چه خیلی که ما حرف تشدید دار با مقدار ده حرف مقصد میکشیم میخونیم، پس حرفی که تشدید دار که ما وقف کنیم در آن ساکنش که کردیم آن وقت چی می شود؟ با همون تشدید یعنی با مقدار ده حرف چی می شود؟ ساکن می شود. یعنی نبی اضل عدو. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.